به ویدیوی جدید خیلی خوش اومدید. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سامت و اینجا کانال سامت مو و خیلی خوشحالم که شما الان اینجایین و دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. ممنون میشم همین اول کار اون دکمه لایک رو بزنید و اگر به تازگی دارید با من و کانالم آشنا میشید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیوی بعدی که آپلود کردم جز اولین نفراتی باشید که بهش پیام میره و میاد ویدیوی منو تماشا میکنین. توی اون چند ماهی که اینترنت نبود و عملا هیچ فعالیتی نمیشد کرد، من خودم به شخص کلی وقت آزاد داشتم که یه سری کارا رو جلو انجام بدم و راستاریستشون کنم، ولی هیچ فعالیتی نکردم، هیچی. عملا یه جوری بود انگار که چه میدونم توی زمانی گیر کرده باشم، همه چی برام پوچ و بی‌معنی بود. اینجوری بود که چی؟ الان چرا اینجوریه؟ مثلا زمان انگار برام متوقف شد. یکی این دکمه ساعت رو زده بود و زمان وایساده بود و من اینجوری بودم که چیکار کنم؟ مثلا هیچی. خیلی وضعیت افتضاحی بود. به صورت موقت یه جا رفتم سر کار، بعد کلاً بیخیال پروسه تولید محتوا و یوتیوب و کلاً همه چی شد. نمی‌دونم، کلاً داخل یک پوچی خاص مزخرفی بودم. البته خب ناگفته نمونه که به خواست خودم نبوده، نبود اینترنت هم تاثیر داشته، ولی خب از طرفی اون کاری هم که رفتم سرش به صورت موقت. اوضاع روحی و روانیم اصلاً خوب نبود. داغون، دائما در حال خودخوری بودم، داشتم خودم رو سرزنش میکردم. بدبختیش اینه که اینا اصلا دست خودم نبود و از خودم متنفر بودم سر این قضیه که چرا هیچ کاری ازم بر نمیاد. آقا کاری نمیتونم انجام بدم، تو کی قراره اینجوری بمونه؟ از خودم بدم میومد، با خودم همش در حال دعوا بودم، با زندگی دعوا میکردم، با خدا جر و بحث میکردم که آقا خدایا چرا هیچ اتفاقی نمیافته؟ چرا هیچ چیزی تو این زندگی کوفتی عوض نمیشه؟ یه دید جدیدی، یه نگرش جدیدی، چه میدونم، یه اتفاق جدیدی، یا یه راهی، یه مسیر، یه فردی، یه شخصی، هیچ اتفاقی نمیافته. حتی یه اتفاق کوچیک هم نمیافته. یک راکدیت محض. همش اینجوری بودم که خدایا یعنی چی؟ چرا هیچی نمیشه؟ کاملا رسیده بودم به یه شکست فکری و روحی و جسمی و عقلی و کلا همه چی. داغون. احتمالا این قضیه رو شنیدین دیگه، میگن آقا بدون تلاش هیچ اتفاقی نمیافته، هیچ به جایی نمیرسی. کسی که رسیده اون بالا، این قبلش دهنش سرویس شده، انقدر تلاش کرده، بدبختی کشیده. یه مثالی هم هست که من حالا خیلی شنیدمش، نمیدونم شما شنیدین یا نه، که ربطش میدم به تلاش. میگن که این کوههای یخی که شما توی قطب میبینین، که مثلا میبینید اوه چقدر گنده است این کوه یخ و اینا، میگه شما فقط دارید چیز قابل مشاهدهشو میبینید، ولی اون چیزی که زیر آبه یه توده عظیمی از یخی که قابل مشاهده نیست و شما نمیبینید و فقط یه تیکه کوچیکش رو نسبت به اون حجم گنده دارید میبینید، که میگم ربطش میدم به تلاش کردن. منم تو ذهن و باور خودم اینجوری بودم که خب منم دارم تلاش میکنم، ولی واقعیت این بود که من توهم تلاش کردن داشتم. یعنی فکر میکردم که دارم تلاش میکنم، ولی تلاشم به حد کافی نبوده و خیلی تلاش خوب و زیادی نبوده. توی این مدت انگار قشنگ توی دوره فشرده افسردگی بودم، اینقدر که اعصابم خورد بود، دائما تو فکر، اعصاب هیچ کسی رو نداشتم، خیلی کم با این و اون صحبت میکردم، کلا تو خودم بودم، اعصاب خودم رو نداشتم، حوصله خودم یکی رو نداشتم. در این حد از طرفی که میگم اعصاب و حوصله خودم هم نداشتم، باز با این حال دائما هر روز در حال حرف زدن با خودم بودم. هی داشتم با خودم حرف میزدم، خودم رو سرزنش میکردم. بعد قسمت مزخرف قضیه اینجاست که خسته شده بودم دیگه از هزاران حرف تکراری که هر روز دارم خودم به خودم میزنم. این داره به این میگه، اون داره به این میگه، دارم مینویسم، میخونم، از اینکه یک سری حرفای تکراری رو دارم هی بازگو میکنم و هیچ اتفاقی، هیچ راه حلی پیدا نمیکنم. واقعا دیگه خسته شدم. آقا این برگه اینقدر من نوشتم 99% تکراریه، فقط و اوکی و ایناش فرق داره. یه چه میدونم یه چیز جدید اضافه شده، یه مشکل جدید. هی نشستم فکر کردم اینم هست، بذار اینم بنویسم. اینترنت هم که وصل شد، انگار یه جورایی حال و حوصله و انرژی برای فعالیت کاری نداشتم که میگم اوکی باشه برگرد سر ادیت، سر آموزشات، سر همین یوتیوب. فقط داشتم خودم رو سرزنش میکردم. تمام. اینجور مواقع ستون آقای مقایسه در نمیزنه
چه میدونم خودش درو وا نمیکنه، یه کمربند میبنده با لگد میزنه میاد ارزندام میکنه که آره تو الان هیچی نیستی، تو هیچ پیشرفتی نداشتی. اون یکی رو نگاه کن که به کاراش داره میرسه، یا اون یکی رو نگاه، اون قشنگ موفق شده مسیرش رو پیدا کرده، اون یکی که دیگه قشنگ بارش رو بست. اینجور مواقع مقایسه کردن با یه هیبت عجیبی میاد سراغ آدم و کلن یه وزنه چند تونی میاد میذاره روت و اینجوریه که میگه که اونا رو میبینی؟ تو داری چی کار میکنی؟ تو همونی بودی که هستی، هیچ کاری نمی کنی که، فقط نشستی داری تماشاشون میکنی و موفقیت اونا رو میبینی، اونا دارن پیشرفت میکنن میرن این ور اون ور، ولی تو چی؟ تو همون جایی که بودی هستی. تو به عنوان یک تماشاگر در جایگاه تماشاگر در زندگی خودت در حال تماشای زندگی دیگر. مقایسه کردن اینجوری میاد و تمام اینا دست به دست هم میدن، تمام این فکرها احساسها اینا دست به دست هم میدن که تهش میشه همون قضیه که میگه مویرگان به فکر سرنگونی شاهرگن. به یه جایی رسیده بودم که دیگه کاملا بریده بودم. این طرف وقتی داره غرق میشه عزیزترین وسیله‌ای که دستش باشه هم ول میکنه، دست و پا میزنه که بیاد بالا و خودشو نجات بده از غرق شدن. گفتم که اوکی باشه، من هر مسیری که تا اینجا اومدم، هر کاری، هر مثلا تلاشی که انجام دادم میذارم کنار. همیشه همه از کوچیک و بزرگ گفتن که هیچ وقت برای شروع مجدد دیر نیست، ولی خب ترسناکه بعد تو یه سری وابستگی‌ها به یک سری تلاش‌ها و یک سری چیزا داشتی که گذشتن از اونها و قبول کردن این قضیه که اونا رو رها کنی و بری دنبال یک مسیر و یک راه دیگه و تازه هم ترسناکه هم دردناک. پس این قضیه گفتم بیخیال همه چی میشم و خب از اونجایی که وضعیت مالیم دیگه خیلی خوب نبود بعد و نمیتونستم برم پیش تراپیست، تصمیم گرفتم که خود درمانی شروع کنم. اولین جواب موجود توی زندگی هر فرد و خود اون شخص میتونه بده، به هر حال با خصوصیات شخصی خودش در صادقانه ترین حالت ممکن روبروه دیگه. و خب بعضی وقتا مردم گارد دارن نسبت به چیزایی که تو زندگیشونه، حالا آیا غروره یا نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، ولی تو هر چقدر که بخوای با یک شخص صادقانه صحبت بکنی یا چه میدونم تموم بایدها و نبایدها تو بگی، ناخودآگاه یک سری چیزا میمونه که آقا تو راجبش صحبت نمی‌کنی، میگی بذار برای خودم بمونه. اشتباه شخصیتی منه، اشتباه منه، نمیخوام از این کسی با خبر بشه، بذار فقط توی خودم بمونه. برای همینه که میگم که یه جواب تو زندگی هر شخص و اولین نفری که میتونه جواب بده خود اون فرده، چون با تموم خصوصیات خودش در صادقانه ترین حالت ممکن روبرو. بعد گفتم که خیلی خوب باش، رفتم سراغ هوش مصنوعی. یک سری توضیحات خیلی جامع، من خیلی وارد جزئیات نشدم، فقط می‌خواستم یه تستی بکنم و خب گفتم که چند تا کار بهم پیشنهاد بده، من یه همچین شخصیتی هم فلان. دیدم خیلی پرت کلا. یه دفعه یک سری چیزایی میگه که آقا کجایی؟ من اصلا نمیبینم همچین چیزی رو تو تخیلاتم، اصلا نمیدونم دیدید یا نه. یه چیزی هم میگی بهش ول نمیکنه، 10 بارم مینویسی براش تا اون آخرین چتی که هست یه تیکه از اون قضیه است، کار ندارم. بعدم پیشنهاداتی که داره میده دیدم داداش چی داری میگی؟ این چیزی که تو داری میگی خیلی پرتر، اصلا تو شعاع دید من نیست، اصلا نمیبینمش، حتی یه نقطه سنخیتی باهاش ندارم، خیلی دوره. هر چقدرم که بهش توضیح میدادم که آقا اینش اونجوری، اینش اونه، من اینو نمیخوام، اینو بیخیال شو کلا، این نه به جای باهاش نمیرسم. گفتم آقا بذار کنار، چون میگم چیز قشنگ و جالبی بهم پیشنهاد داد، گفتم بذارش کنار. بحثو عوض کردم، گفتم بیا راجع به چگونگی بهتر شدن طرز فکر کاریم یا کمتر شدن مشغله فکریم یه چیز بگو، راجع به اون پرسیدم. یه سری راهکارهایی داد که در لحظه خوب بود. خب مثلا یکیش این بود که میگفتش که تو 3 روز آینده کلا هر چیزی که مربوط به کار میشه رو بریز کنار، اصلا بهش فکر نکن و فقط روزمره تو زندگی کن، یعنی ذره‌ای حتی یه ثانیه هم به کار و اینا فکر نکن. بعد اینجوری بود که خب تو تا میومد تو ذهنت مثلا گفتی نه آقا من نمیخوام راجع به کار فکر کنم، مثلا الان فقط میخوام تو این 3 روز اصلا راجع به کار و آینده هیچ فکری نمیکنم، فقط میخوام روزمره‌مو زندگی کنم همون جوری که هست، خیلی عادی، انگار که من آدمی نیستم که هنوز نیازمند به یک آینده درست شده یا یک کاری که بخواد آینده‌مو درست کنه، به اون فکر نکنه، اصلا اون نوع بذار کنار، یه زندگی عادی رو ببر جلو. بخوام صادق باشم، ببین دروغ نباشه، راهکارایی که داد اونقدر بد نبود، خوب بود.
یه کوچولو خیلی کم از مشغله فکریم کم کرد، یک کم ذهنم آروم کرد. اینکه اوکی من 3 روز به کار فکر نمی‌کردم و روزمره زندگی عادیمو داشتم، هیچی. یه کوچولو کمک کرد که ذهنم مشغله فکریش کمتر بشه، مغزم یه ذره نسبت به آینده و کار خاموش بشه. ولی خودمونیم گفتم در لحظه خوب بود. بخوام خیلی شسته رفته مثلا توضیحش بدم با مثال، اگر اشتباه نکنم اثر مواد مخدر رو چجوری میگن آقا در لحظه خیلی بالایی، خیلی فلان میشی، نمیدونم میری اونور توهم میزنی، چشات نمیدونم چی میشه ولی خب مثلا اثرش که پر حالت بد میشه و فلان و اینجور چیزا. این هم تقریبا همچین چیزیه. توی اون 3 روز مشغله فکری من کمی کم شد، ولی روز دوم که داشت تموم میشد افکار فکری و مشغله های فکری خیلی سینه سپر قدرتی سلام علیکم چاکریم وارد مغزم شدن و دوباره تنش‌های مغزیم دوباره رفت بالا و اعصاب خوردی دوباره اومد. میگم راهکاری که داد در لحظه خوب بود، مثلا راهکار خیلی عمیقی نبود. خلاصه آخر روز سوم دیگه اون آشفتگی‌های ذهنی و مشغله‌های ذهنیم دوباره داشت جمع میشد، همشون داشتن هجوم میآوردن، هر چقدر من پس میدادم اونا میومدن. واقعا کلافه شده بودم از سر این قضیه، این آشفتگی مزخرف، دوباره اون حرفایی که دائم تو سرت میاد که هم مقایسه هست، از این و اون حرف میشنوی که نمیدونن تو ذهنت چه خبره و چند تا دیگه اضافه میکنن روش. از تمام اینا کلافه خسته شده بودم. اینجوری بودم که بچه‌ها یه مطلبی رو بهتون بگم. این ویدیو قرار نبود 2 قسمتی باشه، ولی چون مطالب و صحبت زیاد بود و تایم ویدیو هم خیلی بالا میرفت و خب خسته کننده هم میشد، تصمیم گرفتم که 2 قسمتش بکنم، هر کدوم با عنوان و موضوع خودش. خیلی دوستتون دارم، ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، خیلی به من کمک میکنه، کلی بهم انرژی میده. و اگر تازه دارید با من و این کانال آشنا میشین، خیلی ممنون میشم که این کانال رو ساب کنید و زنگوله‌اش هم فعال کنید که ویدیوی بعدی که گذاشتم جز اولین نفراتی باشید که بهش پیام میره و میاد اینجا این ویدیو رو تماشا میکنید. سلامت و شاد باشید. فعلا